خب کنین اون سیستم چیز ناخن رو بلدین دیگه. این قسمت کوتیکول، نقاط استرس، این دو قسمت، نقاط خروج که این قسمت ها میشه، لبه آزاد، اینجا آفیکس نقاط فشار. نگاه کنید وقتی که من فشار میدم مشخص نقطه فشار ناخن کجاست، خاطر که سفید میشه. بیشتر ناخنم از همینجا هوا میگیره. اگه از بالا و پایین فیکس باشه، مثلا تو ناخنای خیلی بلند وقتی نگاه میکنید میبینید همین قسمت از ناخن جدا شده. خیلی وقتا اینجوری پیش میاد. خب برای اولین کاری که توی مانیکور داره انجام میدیم، از قسمت استرس، از این قسمت ها شروع کنیم دورانی کارو بلند کردن. به چیزا کار نداریم، ما به این قسمت ها کار نداریم. اینجاها اگه ناخونی مشتری اومد که زیرش این چیز داره، میتونیم با اینجوری تمیزش هم بکنیم. البته تینا نداره. بعضی مشتریان این قسمتاشون باز نیستا، میتونید یک کوچولو باز کنید. باید به صورت دایره نگاه کنید. بعضی کوتیکولا خیلی استیکری هن، چسبیدن، خشکن، زیاد برداری خونی میشن. برای مشتری ها اول با گوشه پوشر رو یواش جداش میکنی، بعد بلندش میکنی. اما اول اینجوری نیفتیم به جون. اول تشخیص بدین این پوست مشتری چه پوستیه. مثلا مشتری میاد دستش عرق میکنه، دستش خشکه، اصلا انواع پوستا داریم. خودتون مشتری اومدن دیدین. پس با توجه به پوست دست مشتری، فشار دست، روش گرفتن پوشه، اینا همه فرق میکنه. برای یه نفر همجوری گاز ندین برین جلو. یه مدل